من تنها کسی نبودم که اطلاع داشت. خیلی از افراد فامیل میدونستم. همه از ترس آبروی خانواده سکوت کرده بودن، حرف نمیزدن. میدونستم مرد اگر وقت فرصت گیر میاره دختر رو آزار میده. بالاخره به مادرش گفتم. بهش گفتم تا این دختر رو از مردک دور نگه داره. مادر ارتباطشو با اون مرد قطع کرد و اون مردم از کل فامیل طرد شد. گفت آقا شما دخالت نکن، مسئله خانوادگیه، به شما مربوط نیست. گفتم یعنی چی که خانوادگیه؟ شما حق زدن نداری. تلفن رو برداشتم و به پلیس زنگ زدم. تو همسایگیمون برادره داشت خواهرشو میزد. رفتم در خونش بود. برادر خودش در باز کرد. ازش خواستم جعبه ابزارشو بهم قرض بده که ماشینمو تعمیر کنم. تنش موقتا خوابید. برگشتم خونه و با اورژانس اجتماعی تماس گرفتم. با دوربین موبایل یواشکی ازش فیلم میگرفت. تحمل نکردم، رفتم جلوی دوربینش وایسادم و میله اتوبوس گرفتم. مرد که ایستگاه بعد گورش گم کرد. شاهد فعال در زمینه خشونت علیه زنان به فردی اطلاق می شود که در هنگام مشاهده موقعیت‌های آسیبزا مانند آزار و اذیت، قلدری یا برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان نشانه‌های آزارگری و خشونت را تشخیص داده و به طور مسئولانه مداخله کند. برخلاف شاهدان منفعل که در هنگام مشاهده خشونت واکنشی انجام نمی‌دهند، شاهدان فعال تأثیر بسیار مثبتی در جامعه دارند. آنها بدون به خطر انداختن امنیت خود و با به چالش کشیدن رفتارهای آزارگرانه و خشونت‌آمیز و همچنین حمایت از قربانیان به کاهش خشونت و ارتقاء امنیت جامعه کمک می‌کنند.